مهرگان در ناحیه شهرنو با رعایت سنت‌های اجدادی و شکوه و شهامت زیاد تجلیل کرده شد. مکان برگزاری چهاربینی بخشیده به جشن مهرگان که باغ فرهنگی ناحیه انتخاب کرده بود، قبای خاص با رسم و آیین مردمی را داشت. در این چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کارمندان کارخانه و تشکیلات و دایره وسیع ساکنان خاصه دهقانان اشتراک داشتند. نمایش دستاوردهای ساکنان ناحیه، فراگیری محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و انواع گوناگون خوراک‌های ملی از محصولات کشاورزی آماده شونده بود. فراوانی محصولات دارای صفت بلند و طعمش لذیذ و از لحاظ اکولوژی تازه در این نمایشگاه به معرض گذاشته شده، از زحمت صادقانه و صافدلانه ساکنان مهنت دوست ناحیه شهرنو درک می‌داد. با هنر و مهارت کدبانوهای ناحیه که با ذوق بلند نامگوی گوناگون خوراک‌های ملی از جمله آش پلو و آش بریده، حلوا و کلچه‌قندهای زیاد و دیگر شیرینی‌ها را آماده و پیشکش نموده بودند، بهای بلند داده شد. در این نمایشگاه از 7 جماعت دهات، خواجگی‌های خرد و بزرگ کشاورزی و اینچنین اهالی دارای زمین کارم فورانه اشتراک نموده، نامگوی زیادی محصولات با رنج به دست آورده خویش را به معرض گذاشتند. عموما نمایش محصولات کشاورزی و خوراک‌های ملی در دایره تجلیل جشن مهرگان در ناحیه شهرنو در سطح بلند تشکیل کرده شد. در قسمت تنتنوی چهاربینی تاکید گردید که مهرگان عید نیاگان مردم تاجیک به شمار رفته، آن خاص به کشاورزان میباشد و دوره جمع‌آوری حاصل و فراوانی محصول زحمت دهقان را بازگو میکند. از ازل مردم تاجیک این جشن اجدادی را تجلیل نموده، گیدی هم جمع آمدند و در حلقه همدیگر شادی و خرسندی کرده، در همین دایره زحمت دومین سال جمع آورده خویش را ذخیره می‌نمودند. با تشبث رهبری عالی مملکت، مهرگان چون دیگر عیدهای ملی احیا شد و امروز تجلیل آن باز هم فراتر و باشکوه‌تر صورت می‌گیرد. تجلیل با شکوه مهرگان از یک جانب فراوانی محصولات کشاورزی را در مملکت تجسم کند، از طرف دیگر در باز هم قوی گردن دوستی میان مردم باعث می‌گردد. همچنین این جشن اجدادی هوسمندی مرد دهقان را برای باز هم بیشتر زحمت نمودن و در این زمینه به دست آوردن حاصل فراوان دوچند می‌سازد. طبق اطلاعات در ناحیه شهرنو سال تا سال نشانداد حاصل زراعت کشاورزی از جمله پخته، گندم، کارتوشکا، سبزی و پیاز و غیره زیاد می‌گردد. امسال نیز کشاورزان این ناحیه توانستند با زحمت پیوسته حاصل دلخواه به دست آورند و آن را سری وقت جمع‌آوری نمودند برابر تامین بازار ناحیه، همچنین به بازارهای دیگر شهر و ناحیه‌های کشور از جمله پایتخت مملکت شهر دوشنبه محصولات تر و تازه کشاورزی را انتقال دهند. در دوره برگزاری چهاربینی با شکوه بخشیده به جشن مهرگان، یک قطار خواجگی‌های دهقانی، جماعوی و دیگر ساکنان زحمت دوست ناحیه شهرنو البته برای زحمت ثمره بخش و سهم گذاشتن در تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی با سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قدردانی شدند. برنامه مکمل فرهنگی فراغتی با فراگیری موضوعهای میهن پرستی، مهنت دوستی و عملهای نیک انسانی پسند اشتراکداران گردید. برنامه رنگین اهل سند شعبه فرهنگ و دیگر هوسکاران ناحیه شهرنو و چهاربینی شکوه و شهامت دیگر ضم نمود.